سواله که انفجار هواپیمای حامل فرماندهان نظامی عمدی بوده یا خیر؟ و قطعا عمدی بوده. ماده منفجره تو هواپیما چیکار میکرده؟ قطعا عمدی بوده. هدف چه بوده؟ اصلا از هدف از کودتای خرداد 60 چه بوده؟ هدف این بود که جنگ ادامه پیدا کنه. این اخیراً این صحبتی که آقای شمخانی کرده نکته بسیار مهمی در اون سخن هست. اون میگوید که بنی صدر میخواسته پیروز بشود، سوار تانکاش بشه بیا تهران فتح کنه. این سخن اون نیست. این سخنی است که آقایان بهشتی و این آقای هاشمی رفسنجانی و این آقای خامنه‌ای نزد آقای خمینی رفتن و به او گفته بودند که محبوبیت بنی صدر در حدی است که الان هیچ روحانی حریف او نیست. همه روحانیون هم جمع بشون حریف او نمیشن. فقط شمایی که میتونید او رو بخوابونید. اگر این بره جنگ رو تمام کنه سوار تانکاش میشه میاد تهران، دیگه شما هم حریفش نمیشید. تازوده کلکی رو بکن. اون زمان گفته بودن در بعد از اون پیشنهاد هیئت عدم تعهد که گفتم که ما مثلا پیشنهاد خوبی بود که ما قبول کرده بودیم، عراق هم قبول کرده بود، قرار بود در خرداد 60 جنگ تمام بشه. پس اونها که جنگ رو ادامه دادن در رژیم ایران باید یه سودی هم خودشون می داشتن دیگه، تحت امر وزیر دفاع انگلیس که نبودن که. منافع خودشون هم این رو اقتضا داشته که جنگ ادامه پیدا کنه، همسو بوده منافع اونها با منافع انگلستان، امریکا و اسرائیل. چه بوده منفعتشون؟ منفعتشون این بوده که استبداد رو مستقر کنه. استبداد ستونپایه میخواد، چندین ستونپایه میخواد، از جمله و جزش مهمترین هاش ستونپایه نظامی است. خب ارتش و ستونپایه قدرت برای این آقایان نمیشد، ناچار میباید سپاه رو میکردن ستونپایه. پس یک دلیل عمده ادامه جنگ این بود که ارتش ضعیف بشه و سپاه بشه نیروی اصلی و این شروع شد با این ترور فرماندهان نظامی. هم اولا این یک. دو اینکه شما یه توجه بکنید تمام این مدت 8 سال جنگ